داریم در رابطه با شکل جمجمه، اندازه جمجمه، بله همه اینا رو به کار می‌بردن. تمام اندازه‌گیری‌ها رو انجام میدادن، بعد نتیجه می‌گرفتن که مثلا چه کسی چه ویژگی داره و مثلا مربوط به کدوم قوم میشه. این کارو میکردن. الان هم بیولوژیکال دیستانس هست، میان اندازه میگیرن، ولی دیگه اون تعاریف قومی نژاد پرستانه رو خیلی به کار نمیبرن در حال حاضر. برای خانم احمدزاده پیوبیک انگل بله میتونه بسته تر باشه، ولی نه در حد مال مردها، نه کاملا به صورت مثلا یه وی کامل. گفته مال مردها ویه، برای اینکه برای اینکه نوع ساختار لگن با هم دیگه فرق داره. میتونه حالت یو باشه، ولی یویی که مثلا جمع‌تره، ولی از بیس با هم دیگه فرق دارن، نمیتونن جا به جا بشن. بله دیگه، آنتروپومتری که اندازه‌گیری بخش‌های مختلف بدن هست، شامل بیولوژیکال دیستانس. نمیدونم دوستان بیشتر بخوان بیان یا نه. بذار ما شروع کنیم دیگه. حالا دوستان اون وسط اگر اضافه شدن که بهتر. خب قرار بود دندون رو کار کنیم. خب دندون که همه میدونیم چیه دیگه، جاش هم میدونیم کجاست. بخش راحت چمینه. البته خیلی سخت نداره، ولی یه مقدار پیچیدگی داره، اونم احتیاج به تکرار داره، چون دندونا خیلی شبیه همن. مشکلش همینه دیگه، دندونای فک بالا و فک پایین شبیه همن، یه مقداری مطالعهشون به خاطر همین سخت میشه. چیزی که راجع به دندون در وهله اول باید بدونید بخشای دندونه که 4 تا بخش اصلی داریم. وقتی داریم راجع به دندون کلاً فک و دهان صحبت میکنیم، یکی انامل هست، بخش دوم دنتینه، بخش سوم بخش عصبی یا پالپ دندون هست و بخش چهارم استخونیه که اون دندون رو در بر میگیره. منظورم از استخونی که دندون در بر میگیره فکه، فک بالا یا فک پایین. انامل و دنتین بخشایی هستن که استفاده میشه برای مطالعات مختلف. برای وقتی مثلا برای مطالعات ایزوتوپی دارن کار میکنن، انامل رو استفاده میکنن. انامل اون بخش بیرون زده و تاج دندون هست و بعدش مینای دندون رو داریم که دنتین بهش میگن. بعدم پالپ یا نرو رو داریم که باعث درد و مثلا وقتی میخوان رود کانال کنن عصب دندون رو میکشن، این بخش پالپ یا نرو هست که تو شکل میتونیم ببینیم. بعد دندون خب یک ماده عالی خیلی مستحکمی داره که از کلسیم، فسفر و املاح نمکی ساخته شده و برای همین بیشترین میزان باقی موندن توی خاک رو داره بعد از مرگ. و معمولا دندون رو حتی اگه بیماری مختلف داشته باشه، مثلا کرم‌خوردگی داشته باشه، پوسیدگی یا هر اتفاق افتاده باشه، به دست میاریم. ماده اصلی سازنده دندون رو که بهش میگن مینای دندون بهش میگن، تو انگلیسی بهش میگن دنتین. و انامل اون بخش عاج یا تاج دندون هست که سخت و محکمه و اولی مثلا در رشد، وقتی داره دندون رشد میکنه، از لثه خارج میشه و تمام اتفاقاتی که
روی دندون رخ میده در طول زندگی. اولین اثرش روی انامله، بعد از انامله که به دنتین میرسه و بعد به عصب میرسه. این در توضیح حالت کلی دندون. کاربرد دندون هم که میدونین دیگه، دندون یه سطحی داره، این سطح بیرونی دندون که باهاش میتونین بجوین، اصطلاحاً بهش میگن اوکلوسال سرفیس. و این اوکلوسال سرفیس یا سطح جویدنی این سطح انامل هست که بیرون از لثه هست و دندون ها روی همدیگه قرار میگیرن. حالا مکانیزم جویدن رو براتون بعداً توضیح میدم که چرا باعث شده شکل دندون به این حالتی که ما داریم بشه. ولی این اوکلوسال سرفیس، این واژه یادتون باشه، این سطحی که دندون ها روی همدیگه قرار میگیرن رو بهش میگن اوکلوسال سرفیس. ما راجع به کلاژن اینجا صحبت نمی کنیم، داریم راجع به کلیت دندون صحبت میکنیم. کلسیوم، فسفر و مینرال سالت هست، با کلاژن کاری نداریم. کلاژن مال بقیه بخشای بدن. آره خب مینا، داریم راجع به کلسیوم صحبت میکنیم. خب دندون ها هم که در فرد بالغ میدونید دیگه 32 تا دندونه. 32 تا دندون هم تقسیم میشن به فک بالا و فک پایین. دندون های آسیا، پیش آسیا، نیش و دندان های پیش. خب بخشایی که ما باهاش توی بازنشسته سر و کار داریم انامل، دنتینه، پالپ و گام به دست نمیاد برای اینکه جزو بافت زنده دندون هست که بعد از مرگ از بین میره. ولی ما به صورت حفره اگه دندون شکسته باشه میتونیم پالپ و گام رو محلش رو ببینیم، یا مثلا وقتی خوردگی سطح دندون خیلی زیاد باشه و تاج دندون کاملا از بین بره. باشه من فکر کنم یه جا گفتم آج نه، تاج دندون کاملا از بین بره، این پالپ یا گام رو مثلا به صورت حفره های اینجوری که بالا وقتی نگاه میکنیم به صورت حفره است میتونیم ببینیم. سمانتوم رو داریم و استخوان رو داریم و رگ‌ها و اعصاب خونی. چیزی که اینجا تو این عکس میبینید اینه که دندون در حالت کلی وقتی دارن مطالعهش میکنن دو بخش میشه. یکی کراونه که شامل انامل، دنتین و پالپ یا گام میشه و بخش ریشه هستش که بخش ریشه برای ما تو مراحل رشد خیلی مهمه، برای اینکه دندون از ریشه رشد میکنه و میاد بالا و از لثه خارج میشه و آج رو شکل میده و میاد بیرون. و منظور من از ریشه رشد میکنه این نیست که ریشه اول رشد میکنه، اشتباه متوجه نشین، ولی بخش از ریشه تا وقتی که ریشه مستحکم نشه دندون همچنان داره به رشد خودش ادامه میده. وگرنه که وقتی در فک قرار داره اول هسته اولیه کراون شکل میگیره، این هسته به مرور کامل میشه و دندون رو میسازه و بعد از اینکه این هسته کامل شد ریشه کم کم شکل میگیره و بزرگ میشه و تا به نهایت رشدش که لازمه برسه و بعد این انتهاش بسته میشه. این انتها بازه وقتی دندون رشد میکنه و برای همین خیلی تقسیم بندی کراون و روت در کار ما مهمه، برای اینکه باعث تشخیص سن دندانی میشه. و بعضی از مواقع که مثلا بیماری های دندانی رو داریم، البته کمتر پیش میاد که ما بیماری مربوط به ریشه رو
توی نمونه‌های باستانی داشته باشیم برای اینکه بیماری‌های مربوط به ریشه مربوط به اعصاب میشن و خب این بافت زنده است و از بین میره. اون چیزی که ما معمولا از دندون میبینیم اگر مثلا طرف میان سال باشه به دلیل نبودن بهداشت دهان و دندان اینه که خیلی مواقع این تاج دندون خوردگی داره یا یه بخشش از بین رفته یا شکسته یا هر چیزی شده، شما این ریشه رو میتونیم ببینید. ولی اون اتفاقی که تو فعالیت باستانشناسی میفته اینه که در خیلی مواقع به دلیل شرایط بد حفاری این تاج میشکنه میفته یه ور و این ریشه میمونه و لثه که شکستگی هاش برای اینکه بتونین تشخیص بدین کدوم دندون مال چه بخشی از دهان هستش و اینکه این اتفاقی که ببخشید یه لحظه و این اتفاقی که برای دندون افتاده متأخره یا نه، اون بحث جدایی داره برای خودش. ولی در حالت کلی این رو بدونید که ما بیشترین چیزی که میبینیم این بخش تاجه و آسیب‌های دندانی رو که مطالعه میکنیم معمولا روی تاج رو داریم مطالعه میکنیم. مطلب دیگه که هست سمانتومه. سمانتوم فکر کنم تو فارسی بهش میگن ساروج یا ساروجه، نمیدونم کدومش، فکر کنم میگن ساروجه، که واژه ساروج آشناست دیگه. ما تو چیزای معماری وقتی باستانشناسی رو کار میکنین فکر کنم زیاد میشنوین ساروج رو، مثلا معماری دور ساسانی. ولی حالا تو فارسی به سمانتوم میگن ساروجه و این تو شکل هم خوب میتونیم ببینین. قسمتی که روی ریشه دندون رو میپوشونه یه بافت همین بخش نارنجی که میبینید، یه بافت آهکی و سختی داره که بهش میگن ساروجه یا سمانتوم. سمانتوم رو خیلی راحت میتونید ببینید تو باستانشناسی. یعنی در واقع شما وقتی یه دندون رو از تو فک نباشه دندون منفک رو پیدا کنید، اون چیزی که پیدا میکنید بهش میگن سمانتوم. بعد یعنی اون بخش زردی که پایین تاج میبینید، تاج رو که سفید میبینید. بعد یه نکته دیگه که درباره با دنتین یا مینای دندون باید بدونید که دنتین سخت ترین عضو بدنه و کل تاج ببخشید میگم دنتین، انامل که همین تاج دندون رو میسازه سخت ترین ماده بدنه لحاظ ماندگاری و کل تاج دندون رو میپوشونه. بعد بخش دیگه ای که خیلی برامون مهمه اینه که چه اتفاقاتی برای این مینای دندون میفته و چطوری باید مطالعهش کنیم. بعد در حالت کلی اگه بخوایم بدونیم کراون کجا میشه، مثلا به صورت پزشکی کراون رو کجا میگن، کراون دندون اون بخشی هستش که روی ریشه قرار میگیره و توسط مینا که همون انامل هست پوشیده شده. دنترین رو هم تو فارسی ما بهش میگیم عاج دندون که پایه و تنه دندون رو میسازه، که روی دنتین این بخش زرد کمرنگ است که وسط میبینیم، زرد کمرنگ تره، یه بافت مینرالیزه است. بعد این سمانتوم میاد دنتین رو میپوشونه و در زیرترین بخش پالپ یا گام قرار داره. و از لحاظ رنگی هم بخوایم بدونیم انامل سفیده در حالت کلی، دنتین هم حالت
زرد داره. بعد این از این مورد. خب ما با اینا رو که کلا براتون گفتم، رگا و اعصاب خونی فکر کنم تو این شکل راحت‌تر میتونیم ببینیم فرق انامل با دنتین رو. و سمانتون بخشی که ریشه دندون رو میپوشونه، اینجا این بخش آبی تر. اگرم نگاه کنین این اعصاب رو میبینین چجوری نشون داده از انتهای ریشه زده بیرون. این حفره هایی که وقتی مثلا میخوان دندون درد میگیرن و میخوان ریشه رو در بیارن، از انتهای ریشه در میارن. خب انواع دندون بکنیم دیگه، همه بلدین دیگه، دندون های آسیا، پیش آسیا و دندون های کناین و اینسیزرا. یه بخش دیگه ای که توی مطالعات باستانشناسی و انسانشناسی به کار میبرن این بخش گردنیه دندون هست که نک بهش میگن. فاصله بین تاج و ریشه دندون هست این بخش نک دندانی. چرا مهمه؟ برای اینکه تو رشد استخوان مهمه، تو رشد دندان مهمه. نک کجا میشه؟ گفتم بهتون وقتی دندون داره شکل میگیره، اول تاج به صورت یه هسته است، بعد این هسته به مرور زمان شکل میگیره، مثلا بر دندونای آسیا و میخواد کامل شه. خب اینو وقتی داری از زاویه بالا نگاه میکنید، از زاویه بالا یعنی سوپریور داریم بهش نگاه میکنید، شبیه یه مربع زاویه دار میبینید، تقریبا شبیه مربع است. ولی وقتی از روبرو نگاه میکنید یه مقداری این مربع شما داره باریک میشه وقتی داره میاد پایین. در محل اتصال به ریشه ببینید مثلا اگه اینجا کامل یه دونه مستطیل باشه، این بد کشیدم واسه یه جور دیگه بکشم. ببخشید ببینید مثلا این بخش تاج شماست. خب این بخش رو نگاه کنید، این یه مربع یا مستطیل کامل بالا دارین، یه زاویه ای شما این پایین دارین قبل از اینکه بخواد متصل به ریشه بشه. به این میگن نک دندون و این محلی که رشد میکنه و بعد از اون ریشه رو تشکیل میده و میره تا انتها. و اینه که دندون تو مطالعات مهمه، مثلا مطالعات سنیابی دندان، برای اینکه بعدش میاد مثلا میگن که کراون مثلا کامل تشکیل شده. وقتی کراون کامل تشکیل شده یعنی این نک دندانی هم شکل گرفته، یا مثلا هنوز نک دندانی شکل نگرفته و مثلا شکل ریشه مشخص نشده. این از مفهوم نک دندانی. خب توضیحات این رو براتون دادم دیگه. فرق انامل با دنتین که در حال حاضر به خاطر بهداشت دندان و مسواک و تجهیزات دندان پزشکی و پیشرفتایی که پزشکی کرده، ما کمتر میبینیم کسی خوردگی دندونش به سطح انامل برسه. قبل از اینکه به این سطح برسه مثلا یا تاج دندان ور میدارن، دندون مصنوعی میذارن، یا چی بود ببخش اصطلاحش یادم رفت، کلا دندون رو از اول دوباره شکل میدن، میتراشن و میذارن سر جاش، یا پایه بریج میذارن و خیلی کارهای مختلفی میکنن. ولی قدیما که این امکانات نبوده، خیلی مواقع شما میتونین ببینید که مثلا این انامل کاملا از بین رفته و بافت دنتین بیرون زده.
اینو میتونید تو حفاریهای بازنشسته خیلی زیاد، بافت دنتین رو خیلی راحت میتونید ببینید. ریشه رو وقتی میتونید ببینید که دندون فک در اومده باشه که معمولا به خاطر مشکلات حفاری بازنشستیه. اگه درست حفاری شده باشه خیلی کم پیش میاد که دندون رو بیرون از فک بتونید پیدا کنید و اینکه فک شکسته باشه. نک دندونی مثل اپیفیز نیستش، همزمان با هم اینا تشکیل میشن. یعنی تاج که داره شکل میگیره این ریشه این از کم کم دراز میشه دیگه، کم کم میره به سمت پایین که ریشه رو تشکیل بده و نک اونجاست، محل اتصال تاج دندون به ریشه دندون نک دندونی هست. نه مثل اپیفیز نیست، کاربردش کاملا با هم دیگه فرق دارن. یه نکته دیگه ای که هست محل اتصال این دنتین خب به انامل رو اصطلاحاً بهش میگن DEJ. این مهمه. DEJ یا دنتینو انامل جانکشن. مثلا میگن که تو اصطلاحات دندون پزشکی هم میتونیم ببینید یا تو مثلا اصطلاحاتی که مربوط به رشد استخوانه میگن مثلا DEJ. اگه یه جای دیدین منظورشون محل اتصال دنتین و انامل با هم دیگه است. یه دونه هم CEJ داریم که محل اتصال بخش از ریشه سمانتوم و انامل به هم دیگه است، ولی این CEJ اونقدر الان کاربرد نداره برامون. همین اینجا فقط این DEJ رو بدونید که دنتینو انامل هست و اون یکی دنتینو سمانتوم جانکشن هست. بنویسم حالا داریم ببینید همینجا ببینیم دیگه. بنویسم اینم براتون CEJ. ببخشید چه نویسم DCJ که دنتینو سمانتوم جانکشن. محل اتصال فارسیش فکر کنم بهش میگم محل اتصال آج و سیمان به هم دیگه که محل اتصال دنتین با سمانتومه. این دوتا رو با هم دیگه تو اصطلاحات پزشکی هم اصطلاح دندون پزشکی هم زیاد به کار میبرن وقتی دارن راجع به رشد دندانی صحبت میکنن. بعد خب این از این ما برگردیم سر اسلاید. خب نوع دندونا رو خب فکر کنم به صورت کامل میدونیم، ولی توضیحش رو بخوایم بدونیم فرقی که دندونا با هم دارن روی سطح جویدنشون، یعنی روی شکل تاجشون هست. شکل ریشه ها با هم دیگه فرق داره و محل قرارگیریشون هم با هم فرق داره. یعنی تو 3 تا زاویه با هم دیگه اینا متفاوتن. یکی تاج هست، یکی ریشه هست و اون یکی محل قرارگیریشونه. دندانهای پیش که 4 تا دندان رو شامل میشن در فک بالا و فک پایین، هر کدوم 4 تا این سایزر هستن. اینها لبه تاجشون برعکس مثلا دندانهای مولار و پریمولار آسیا و پیش آسیا که یه حالت مربعی پهنی داره، چون سطح جویدنه سطح بسیار باریکی داره به این شکل.
و اگر بالا نگاه کنید سطح جویدنشون یه همچین سطح باریک. این مال دندانهای اینسایزر هستن و تک ریشه هستن و ریشه کوتاهی هم دارن به نسبت کناین. کناین ها در هر طرف فک و دندان 2 تا هستن، 2 تا در فک بالا و 2 تا در فک پایین و سطح جویدنیشون برعکس اینسایزر ها که یه سطح تقریبا صاف ولی مستطیل بسیار باریکیه، یه سطح شیبداری داره و بالای همچین شکلی رو شما میبینید. چرا میگم از بالا؟ برای اینکه وقتی شما دارین نگاه میکنین قبل از اینکه از زاویه های دیگه ببینید فک رو بالا میبینید، همیشه دندون رو بالا میبینید و از زاویه روبرو مثل یه مستطیل، ببخشید میگم مستطیل، مثلث هست و یه دونه تک ریشه است ولی تک ریشه بسیار بلندی داره. اگه فکر کنیم مثلا یه دندان پیشه که کنارش قرار گرفته، ریشش خیلی کوتاه‌تره به نسبت دندان کنار. و بخش بعدی که دندان‌های آسیا و پیش آسیا هستن که وقتی دندان‌های پیش آسیا یه مقدار مربعشون گرده، وقتی دارین از سطح بالا نگاه میکنید پیش آسیای 1 یه مقداری گردتره، پیش آسیای 2 یه مقداری سطحش بیشتر شبیه دندون‌های مولاره و حالا ریشه هاشون رو میگم براتون. ریشه هاشون کلا با هم دیگه فرق دارن و اینکه در فک بالا دندون‌های آسیا شما 3 تا ریشه دارن و دندون‌های در فک پایین 2 تا ریشه دارن، ولی حالا در حالت کلی یه سطح مربع و نیم دایره‌ای داره. این سطح مربع و نیم دایره چرا این شکلیه؟ برای اینکه دندان پریمولار 1 شما اگه این PM1 باشه، اینم پریمولار 2 باشه، پریمولار 2 بعدش مولار 1 قرار میگیره. خب و چون داره میره به سمت مولار شدن، بر هم بهش میگن پیش آسیا دیگه، سطحش خیلی شبیه به سطح دندان مولار آسیا ولی کوچیک‌تره. برای پریمولارش 1 شما کنار دندان کنین قرار داره، کنینی که یه مقدار حالت مثلثی داشت، کنین کناین. خب و این سطح تاجش بین کنین و پریمولار 2 هست، یعنی در واقع بین کنین و مولارها هست، یه شکل حد واصلی داره، حد واسطی داره بین شباهت تاج کنین و دندون‌های آسیا. به مرور این دندون‌ها هر چقدر به آسیا نزدیک میشن بیشتر شبیه دندون آسیا میشن، چون به کاربردش بستگی داره. شما بیشترین میزان سطح جویدنی که انجام میدین روی دندون‌های آسیایی شما فشار میاره. با دندون‌های جلو که چیزی رو نمیجوین، با دندون‌های جلو میکنین. یا دندان کنین که توی حیوانات مثلا تو گرگ‌ها، سگ‌ها یا در انواع حیوانات درنده خیلی تیز و شارپ هست یا بر بعضی حیوان‌ها بلندتره، مثلا میزنه بیرون از دهانشون. این دندانیه که در اصطلاح میکنه دیگه، مثل خنجر عمل میکنه، برای همین شکلش مقدار شبیه خنجره. از داخل هم نگاه کنیم یه ذره انحنا داره به سمت ببخشید این شکل آخر غلط، اینجوری یه ذره انحنا داره مثل خنجره و لبه تیزتری داره. در بعضی از آدم ها و افراد اصلا دندون کنینشون خیلی شارپه و خیلی تیزه لبش، یعنی وقتی دست میزنید تو دهنتون کامل میتونید این لبه مثلثی رو که بیرون زده رو شکل کنید. اینا کاری با جویدن ندارن، برای همین هم سطح زیادی رو نمیخوان. کارشون ببینید بدن انسان بر اساس کاربرد تکامل پیدا کرده. خب یعنی کاربردش هرچی بوده به اون سمت کشته شده. به علاوه جاید میگم ومپایر. این ومپایر رو کنینشونه که ومپایرشون میکنه. خب کناینشه. بعد
مطلبی که هست اینه که چون شما با دندانهای عقب میجوین، یعنی با عقب فک میجوین، دندانهایی که در این بخش قرار گرفتن چون وظیفه له کردن و خرد کردن رو دارن، باید سطح مقطع بیشتری داشته باشن. این دندان فک، این دندان مولار فک بالا، بزنیم یه لحظه، این دندان فک بالا، دندان آسیای 2 روی دندان آسیای 2 یه زاویه ای رو میسازه. مثلا فکر کنین این دندان آسیای 2 دو شما هست، فک بالا. این هم دندان آسیای 2 فک پایین هست، دوی فک پایین. این غذا ما بین این دوتا دندون قرار میگیره دیگه. مثلا این آبیا فکر کنید ذرات غذاست. شما با دندان پیشتون این غذا رو کندین، با دندان کناین کشیدین، کندین کامل، با دندان پیشتون کات کردین و حالا این غذایی که هست، مثلا این حجم غذا، این باید له بشه و خرد بشه به قطعات خیلی کوچیک‌تر تقسیم بشه تا از گلو بره پایین دیگه. کاری که این دندان‌های آسیا و پیش آسیا میکنن اینه که این غذا رو خرد کنن به قطعات خیلی کوچیک‌تر تقسیم کنن. حالا برای اینکه بتونن این کار بکنن چه احتیاج دارن؟ سطح مقطع بزرگتری احتیاج دارن تا سطح مقطع دندون‌های پیش و دندون نیش. اینی که من بهتون میگم از بالا خیلی مهمه که بدونین چه شکلی هست، به خاطر اینکه سطح مقطعش رو دارین در واقع شما نگاه میکنین. اینا سطح مقطع دندون‌های پیش و نیش و آسیا هستن که تو تکامل بر اساس نوع استفاده‌ای که میکنیم شکل گرفتن و کاربرد خودشون رو پیدا کردن. دندون‌های پریمولار و دندون‌های، خب فرق دندون‌های آسیا، فک کودک که دندون‌های شیری داره با دندون‌های ثابت چیه؟ اینه که فک کودک دندون‌های پیش آسیا نداره دیگه. پیش آسیا 1 و 2 رو بچه‌ها ندارن. تا وقتی که دندوناشون میفته، دندون مثلا نیش بچگانه، نیش شیری و میفته، فک به مرور زمان بزرگ میشه، جا پیدا میکنه و دندون‌های پیش آسیا فاصله بین دندون‌های آسیا و نیش رو پر میکنه در افراد بزرگسال. خب و کمک میکنن به جویدن و پروسه جویدن. برای همین هم هست که سطح مقطعشون از سطح مقطع دندان پیش و نیش بالاتره، ولی توی این شکل سطح مقطع میتونیم ببینیم، ولی نه اونقدری که خیلی زیاد باشه، چون بیشترین فعالیت جویدن، بیشترین فشار برای جویدن روی دندون‌های آسیا، برای همین بیشترین میزان خوردگی، کرم خوردگی و بیماری‌های عادی دندون روی دندون‌های آسیا اتفاق میفته. شما بیشترین میزان پرکردگی رو روی دندون‌های آسیا می‌بینید، نه روی دندون‌های پیش و نیش. و که کاری با جویدن ندارن که خورده غذا گیر کنه روشون، یا مثلا شکر یا کربوهیدرات، یا نمیدونم مثل چون هر ماده‌ای که به دندون آسیب میزنه به مرور زمان. چون بیشتر ازشون کار میکشین بیشتر آسیب میبینن و دندانهای آسیا چون بیشتر روی همدیگه سابیده میشن، چون روی همدیگه فرود میان دیگه برای اینکه عمل جویدن صورت بگیره، بیشتر ساییدگی رو شما روی تاج دندونهای آسیا میتونید ببینید. و همین دونستن این که سطح مقطع این دندونها چه شکلیه خیلی مهمه. این کلیت دندونا. بعد با توت دیکی الان کاری نداریم. توت اراپشن اینا من بعدا کاملتر براتون توضیح میدم، ولی در حالت کلیه بخواید بدونید دندون ها هر کدوم یه سن رشدی دارن. هسته اولیه دندون توی فک شکل میگیره، یعنی بخش اول تاج
توی فک شکل میگیره. بعد وقتی بچه به دنیا میاد به مرور زمان این دندون‌ها لثه میزنن بیرون تا مثلا سن 7 سالگی که دندون‌های شیری دیگه تقریبا ریخته، بین 5 تا 7 سالگی. بعد دندان‌های ثابت، دندان‌های دائمی شروع میکنن به رشد کردن، 32 تا، و تا مثلا 17 18 22 23 باز بستگی داره، فکر کنم بعد 23 نه دیگه، ولی تا دندون آسیای سوم که دندون عقله بزنه بیرون. مسئله ای که راجع به دندون هستش اینه که شکل دندون ها چون کاملا تاثیر گرفته از پروسه اِوولوشن هست، تکامل هست، ما دندان آسیای سوم دیگه برامون کاربردی نداره، برای همینم میکشنش یا مثلا قبل از اینکه حتی خوردگی چیزی پیدا کنه دندون پزشکا میگن که این رو در بیارین، چون ما احتیاجی بهش نداریم در حال حاضر، برای عمل جویدن دیگه به کار نمیره. غذایی که افراد بعضی هم که اصلا شاید دندون آسیای سوم رو در نیارن و هر چقدر ما بیشتر پیشرفت کنیم توی صنعت تغذیه و غذاهایی که میخوریم صافتر و احتیاج به جویدن کمتر داشته، یعنی غذا سختی قبل رو ندارن و برای همینم تکامل به این سمت میره که چیزهایی رو که در بدن احتیاج ندارین رو حذف میکنه. مثلا در قدیم اگر دندان نیش ها، مذهب از قدیم داریم راجع به خانواده هومو حرف میزنیم، نه هومو ساپینس دندان نیش امکان داره به مرور زمان تیزیشو از دست بده به صورت کامل، برای اینکه ما دیگه از این دندان برای کندن بافته خام گوشت از استخوان حیوانات استفاده نمی کنیم. ما غذا میپزیم، نرمتره، کاملا تابع کاربرد دندون هست، دندون شکلش، و امکان داره که مثلا شاید نمیدونم، میگم این چیز قطعی نیست، فکت علمی نیست که بگم حتما این اتفاق میفته، ولی امکان داره پروسه تکامل به این سمت بره که دندون آسیای سوم دیگه کلا در نیاد، برای اینکه کاربردی نداره، یعنی به مرور زمان بدن خودش این رو حذف میکنه پروسه، چون ژنتیکه دیگه، ژنها بر اساس کاربردشون، فنوتیپشون توی نسل‌های مختلف تثبیت میشن. اگر به این صورت تثبیت بشه که این دندون کاربردی نداره، به مرور زمان نسل‌های امکان داره به وجود بیان که دندون اصلا آسیای سوم رو در نمیارن، احتیاجی هم بهش نداره. بعد یه مطلب دیگه ای که هست اینه که سن دندانی وقتی کامل میشه، ما حالا اینه که دارم میگم مثلا ربطی به بازنشسته نداره، ولی وقتی کامل میشه که ریشه هم کامل شکل بگیره. تاج دندون فقط بیرون زده باشه به این معنی نیست که ریشه کاملا دندون کامل شکل گرفته. دندون وقتی شکل میگیره که ریشه دندون هم کاملا شکل گرفته باشه، این تاج از لثه زده بیرون، سر جای خودش قرار گرفته، بعد ریشه شکل میگیره، ریشه هم کامل رشدشو میکنه، بلند میشه به هر میزانی که لازم هست، چون بستگی به نوع دندون داره ریشه، و بعده که میگن اون دندون کامل شکل گرفته. پرایمری منظور اینجا همین دسیدیوس هست یا دندون های شیری. دندون های اینسایزر یا دندان های پیش سنترال و لترال دارن. ببینید تو شکل قبلی من بهتون میگم که اینو قاطی نکنید. چرا حرکت نمی‌کنه؟ چی نمیره بود؟ این شکل بهتره، همین شکل خوبه. دندان های پیش
دندان‌های هستن وقتی میگیم تو دهان سنترال، حالا این وریشن ها رو بهتون میگم چند دقیقه دیگه، ولی چون اینجا تو شکل بود. سنترال این دوتا هستن و این پایین، اینا سنترال هستن که دیگه از اسمش معلومه دیگه سنتر دهان قرار دارن. لترال مبحث فک و کلا آناتومی به دندون‌هایی میگن که کنار دندون شامل دندون پیش میشه، یعنی اینهایی که فاصله بین کنار دندون نیش قرار دارن کناری هست. ببخشید من میوت کردم که صدا اذیت نکنه. و دندون‌های آسیا دیگه کناری ندارن، ولی وقتی دارن دندون‌های پیش رو اسم میبرن سنترال اونایی هستن که وسط هستن و این دوتایی که در کنار کنین قرار میگیرن بهشون میگن دندان‌های لترال، دندان‌های پیش لترال. سنترال ها زودتر از همن، بین 8 تا 12 ماهگی هن و لترال ها 9 تا 13 ماهگی. دیدین که بچه کوچیک اول اون دوتا دندون جلو رو در میاره دیگه و توی فک پایین هم سریع تره، بین 6 تا 10 ماهگیه تو فک پایین و اول دوتا دندون سنترال پیش رو در میاره فک پایین، بعد فک بالا در میاد، بعد از اون دوتا کناری های فک بالا و دندانهای پیش کناری فک بالا و بعدش هم این سایزرهای فک پایین کامل میشه. البته بازم اینا تخریبیه ها، خیلی اینجوری نیست که بگین دقیقا سر 8 ماهگی یا 12 ماهگی باید کامل رشد کرده باشه، بازم بستگی به بچه داره. بعد از اون دندونای کنین رو دارین، همزمان با دندونای کنین دندونهای آسیا هم شکل داره میگیره و داره میزنه بیرون، تاجش داره میزنه بیرون تا بعدا ریشش هم شکل بگیره و کامل بشه. دندون آسیای اول که زودتر از همه دندونای آسیا شکل میگیره، زودتر از بقیه خود اطلسان خارج میشه، مال دندون آسیای فک بالا هست. بعد دندون آسیای فک پایین دوتا تقریبا همزمان با هم شکل میگیرن و میزنن بیرون، برای اینکه باید عمل جویدن رو انجام بدن، نمیشه یکیش باشه و یکی نباشه، وقت جویدن امکان پذیر نیست. بعد از اون تقریبا همزمان با هم دندونهای آسیای فک پایین آسیای 2 شکل میگیرن و اون اواسط هم دندون کنین بیرون زده و داره شروع به رشد میکنه. این مال دندونای شیری. به همین پروسه اگه حساب کنین اینها بعد از حدود 6 یا 7 سالگی یا 5 سالگی، در بعضی بچه‌ها 5 سالگی شروع میکنن به افتادن و دندونهای ثابت جاشون رو میگیرن و میزنن بیرون که میبینین دیگه باز فک پایین به همون نسبت که تو دندانهای شیری بود در دندانهای ثابت هم به همون نسبت رشد میکنن. دندونهای اینسایزر سنترال 6 تا 7 سالگی، 7 تا 8 سالگی برای فک بالا، بعد دندونهای لترال اینسایزر لترال میزنن بیرون و بعد از اون دندون آسیا تقریبا همزمان با دندون اینسایزر، دندون مولار 1 همزمان با دندون اینسایزر یا حتی در بعضی بچه‌ها زودتر دندون آسیا زودتر در میاد و جای دندون آسیای کودکی رو میگیره. بعد آسیای 2 دیرتره، آسیای 3 که خیلی دیرتره، ولی فاصله بین رشد آسیای 1 و بقیه دندون ها شما اینجا دو دندون جدید دارید، پریمولار 1 و پریمولار 2. این پریمولارا شکل میگیرن و بعدش دندون آسیای 2 شکل میگیره و حد فاصله که داره پریمولار 1 و 2 انجام میشه قبلش دندون کنین هم شکل گرفته، دندونهای پیش شما هم شکل گرفته. یعنی دندون آسیای 2 خیلی خیلی که نه ولی
به نسبت دندون آسیایی 1 متأخرتره، چون این متأخر بودنش خیلی تو مطالعات سن دندانی و میزان آسیب‌های دندانی مهمه. ببینید فاصله رشد دندان‌های آسیایی پرمننت از همدیگه حدوداً 6 ساله و این به چه معناست؟ به این معنیه که اگر شما مثلا تو سن بگیم 6 سالگی مولار 1 شما رشد کرده اومده بیرون، در سن 12 سالگی مولار 2 شماست و بذاریم بگیم مثلا 18 سالگی مولار 3 رشد میکنه. بذارم که معلوم شه. این فاصله 6 سال به این معنی که دندان آسیایی 1 چون 6 سال زودتر از دندان آسیایی 2 به کار اومده، 6 سال زودتر پروسه جویدن رو در فک و دهان آغاز کرده. یعنی 6 سال اون اوکلوسال سرفیسی که بهتون گفتم یا مقطع جویدن 6 سال سایدگی بیشتری داره تا آسیای 2 تا آسیای 3 و بیشتر تخریب میشه و بیشتر در معرض بیماری های دندانی هست به نسبت آسیای 2 و به همین نسبت آسیای 3. برای همین هم ما تو وقتی تو نمونه‌های بازنشستی داریم پیدا میکنیم بیشترین میزان آسیب رو روی دندان آسیای 1 میبینید که مثلا کامل خورده شده یا بین رفته یا خوردگی های بزرگ، اکسپوژر های بزرگش میبینید یا اصلا این شکلی میبینید تاج کامل از بین رفته یا اصلا این لبه های CJ سمانتوم انامل جانکشن رو شما نمیبینید و فقط ریشه میبینید اصلا کامل صاف شده. یا مثلا وقتی داری از زاویه کناری نگاه میکنید فکر کنید مثلا فک شکسته و شما میتونید روت رو ببینید مثلا اینجوری میبینید. این بخشی که یه بخشی از آج کاملا خورده شده یا از بین رفته یا مثلا تاج شما این شکلی از وسط خورده شده برای اینکه بیشترین چون 6 سال زودتره و بیشترین کاربرد رو داشته و قدیما خیلی عمر رو نمی کردن این میزان خوردگی رو توش میتونید ببینید و میزان خوردگی باعث از بین رفتن تاج دندون میشه میزان کاربردی که داره. به همون نسبت دندان پیش آسیای شما هم خوردگی پیدا میکنه به همون نسبت دندونهای کنین و دندونهای نیش ببخشید میگم که نیش پیش شما واسه سخته چیز میزان خوردگی بیشتری پیدا میکنه ولی چون سطح جویدن مکانیزم پرکاربردتری داره تا سطح کندن شما شاید توی نمونه های باستان شناسی چیز ببینید دندون های مثلا اینسایزر و کناین رو تقریبا سالم ببینید ولی به دندون آسیا یا پری مولارا که میرسیم یهو میبینید که کلا مثلا انگار مثلا تیکه کامل کنده شده یا سیاهه یا خوردگی پیدا شده و این حالت رو میبینید. اگر همچین حالتی دیدین تعجب نکنید این حالت به خاطر اینه که ببخشید اسمش به خاطر اینه که سطح مکانیزمشون با هم دیگه فرق داره جویدنشون با هم دیگه فرق داره و شکل گیریشون رو هم با هم دیگه فرق داره. من بعداً یه عکس براتون میفرستم مال کتاب استاندارده که توی این کتاب
بذار ببینم میتونم این عکس رو الان آنلاین پیدا کنم بهتون نشون بدم. توی این کتاب مراحل شکل‌گیری و بیرون زدگی دندون‌ها رو کامل نشون میده. یه لحظه صبر کنید، من این عکس رو الان نمیتونم سیوش کنم. رو عکس براتون بگم، چون این عکس خیلی کمک میکنه. یه لحظه صبر کنید، من این عکس ایمیجش رو سیو کنم بهتون نشون میدم. خب استاپ شیر. خب این عکس رو میبینید؟ این عکس مال کتاب استاندارده و تو این عکس که خیلی هم راحته شما کلا مراحل رشد و شکل‌گیری دندون رو میتونید ببینید. اگر نگاه کنید اون توی قبل از اینکه دندون بخواد رشد کنه، اول هسته اولیه اون دندون تشکیل میشه. وقتی هسته اولیه اون دندون شکل بگیره، بعد به مرور زمان از فک میزنه بیرون و وقتی داره از فک میزنه بیرون دیگه رشد دندون اصطلاحاً از اون موقع شروع میشه که از حدود 5 ماهگی در فک داره شکل میگیره. میشه این عکس بزرگتر کرد که بهتر ببینید. نه بزرگترش خیلی بد میشه، ما باید اینو کوالیتی خوبش رو براتون پیدا کنم، ولی تو کتاب استاندارد هست. در 5 ماهگی توی قبل از تولد داره حدودا شکل میگیره و بعد میبینی که الان لثه صافه دیگه، دندونی درش نداره، حدودا میزنه بیرون تا سن 6 ماهگی که دیگه تقریبا تاج دندون ها شکل گرفته. این یه ذره حلقه هم که میبینید زیر تاج شروع نک دندانی هست و کم کم داره شکل میگیره. و اگه دقت کنید میبینید که وقتی مثلا توی 6 ماهگی این دندون تاج دندون های این سایزر و کناین شما شکل گرفته، دندون مولار یک شما تقریبا میخواد بیرون بزنه و بیاد بیرون. به همین نسبت بقیه دندون ها رو میبینید همینجوری که میارید جلو این تاجا داره کاملتر میشه تا اینکه به مرور بزنه بیرون. وقتی که میزنه بیرون دیگه ریشش هم تقریبا داره شکل میگیره تا کامل بزنه بیرون. از حدود حتی قبل از 1 سالگی ببینید، حتی از حدود 6 ماهگی شما میبینید هسته اولیه دندون‌های ثابت داره شکل میگیره توی فک. تو فک هستن تا به مرور زمان خیلی رشدش طول میکشه، ذره شکل بگیره و وقتی که به سن حدودا 7 سالگی بچه میرسه، توی تصویر 6 سالگی 5 سالگی تو سنتر میتونید ببینید دیگه، این دندون رو شکل میگیره کامل میزنه بیرون و دندون آسیای دندون شیری رو هل میده میزنه بیرون و اینجوری هستش که تا حدودا مثلا 21-2 سالگی دیگه این دندون ها کاملا شکل گرفته و روی هم دیگه قرار میگیرن. این شکل کتاب استاندارده و خیلی مفیده. دندونای بین 8 تا 12 ماهگی تقریبا اولین دندونای پیش میزنه بیرون تا حدود سن 12 سالگی که دیگه کامل دندونای شیری بیفتن. تا 33 ماهگی دیگه دندونای شیری شما
کامل شکل گرفتن دیگه، تا 12 سالگی هم کامل میافتن، تا 11-12 سالگی کامل میافتن و کامل دیگه کاربردی هم ندارن. بهتره اگه پیدا کنم. دنبال یه عکسی هم براتون که این مراحل رو کامل تر داشته باشه. ببینید این 5 ماهگی که زده، این 5 ماهگی اون شکل 1 2 3 زیرش اون چیزی که نمیتونین بخونین یوتروسه که در دوران جنینی هستش، قبل از تولده. وقتی که بچه متولد میشه عکس 3 هستش، تصویر یعنی از بالا اگه بشمارین دست چپ 1 و 2 مراحل جنینی هستن. تصویر 3 وقتی که بچه به دنیا میاد که تقریبا دندونهای شیری تماما کراونشون شکل گرفته، روت هنوز ندارن و میخواد بزنه بیرون. از حدود 6 ماهگی این زیرش نوشته مثبت و منفی 3 ماه یا 2 ماه که 6 ماهگی یا 8 ماهگی یا 4 ماهگی، حالا باز بستگی به بچه و رشدش داره. دندونهای شیری تقریبا میخوام بزنم بیرون. هسته اولیه مولار 1 شما زودتر از همه داره شکل میگیره. ببخشید میگم مولار اون کوچیکه اون ته و هسته اولیه دندون پیش فک بالا و پیش فک پایین داره شکل میگیره که به مرور بچه تا وقتی که حدوداً دیگه 6 سالشه، 6 یا 7 بین 6 تا 8 سالگی که دیگه اون دندون پیش بزرگ پرمننت زده بیرون و ریشش به مرور زمان شکل میگیره. من یه سه شکل دارم، این شکل رو روی صفحه تیمز براتون میذارم. همشون در واقع یه مفهوم اولی چارت های مختلفی هن. مثلا رنگیه، بعضیش رنگی نیست و میتونید اون توی این مراحل رشد دندونی رو به صورت کامل ببینید. ولی پرکاربردترینش همین تصویر هست که اینجا من کوالیتی خوبشو ندارم متاسفانه. این متعلق به رشد دندون و لحظه که من برگردم بگم یکی اسلاید قبلی. اوکی. اسکرین شیر. خب انواع دندونم که گفتم براتون، نحوه قرارگیریش هم از وقتی اون سطح مقطعی که میگفتم از بالا میبینید رو فکر میکنم تو این تصویر به صورت واضح بتونیم ببینید که این اصطلاح ساکت آف جای که نوشته شده برای محل قرارگیری دندون توی فک هستش، یعنی اون حفره. یادتونه اینجا رو نگاه کنید. ساکت آف جا منظور همین حفره هستش که سمانتوم در داخلش ریشه و اعصاب رو در بر میگیره و در داخل استخوان فک محل رشده. اینطوری نیست که استخوان فک شما سوراخ باشه، ولی به مرور وقتی دندون داره شکل میگیره و رشد پیدا میکنه میزنه بیرون، از داخل فک میزنه بیرون دیگه، برای همین محل ریشه ها به صورت حفره است. رشد دندون پروسه چرا باید دسته تطابقی انتخاب میشه؟ چراشو نمیدونم، ولی رشد دندون تو همه موجودات زنده پروسه خیلی پیچیده‌ایه و خیلی طول میکشه. واقعا که چرا این همچین پروسه‌ای داره نمیدونم.
چرا باید به این سمت میرفت؟ ولی خب بدن انسان همزمان همه بخشش با هم رشد میکنه. شما نمیتونید دندونهای آسیای ثابت رو مثلا در سن 5 سالگی داشته باشین، برای اینکه سطح مقطع بزرگی دارن و فک به اندازه کافی هنوز رشد نکرده تا بتونه اینها رو جا بده و اگر زودتر در بیان مثلا بعضی مواقع احتیاج به جراحی دندون پزشکی هست تا این رو در بیارن تا فک بتونه رشد کنه و این فک قفل میکنه. اگه مثلا دقت کرده باشین بعضی از آدما مثلا کسایی که ارتودنسی خیلی طولانی میکنن دندوناشون روی همدیگه اصطلاحا قرار گرفته یا مثلا دندون اضافه دارن. انواع مشکلات دهانی رشد دندون، نه سلامت دندون، براشون اتفاق میفته به خاطر اینه که این دندون ها سر جای خودشون در نیومدن یا روی همدیگه قرار گرفتن یا فک به اندازه کافی رشد نکرده، فک کوچیکه به نسبت سایز دندون ها که خیلی مواقع از ارتودنسی سعی میکنن این فک رو بزرگ کنن یا یه دندون رو میکشن که جای کافی برای رشد بقیه دندون ها و قرارگیری دندون ها کنار همدیگه جا داشته باشن، کنار همدیگه قرار بگیرن. توی پروسه رشد بدن انسان همش با همه. شما نمیتونید یهو مثلا فک جلوتر از بقیه دهان رشد کنه، جلوتر از بقیه صورت رشد کنه، یه دونه فک نیمه فرد بالا مثلا یه فک تحتانی بزرگ داشته باشیم، بعد فک بالایی مکسیلا که وصل هست به بقیه استخوان‌های صورت کوچیک باشه، یا مثلا سر و صورت کامل شکل گرفته باشه مثل بزرگسال باشه که دندون ها هم سر جای خودشون مثل دندون بزرگسال قرار بگیرن، ولی مثلا گردن و شولدر به اندازه کافی رشد نکرده باشن و نتونه وزن اون سر رو تحمل کنه. رشد دندون شامل رشد کامل بدنه همزمان، چون توی فک باید شکل بگیرن و فک ها هر دو تا چه فک بالا چه فک پایین بخشی از پروسه رشد استخوانی بدنن. دندون هم به تبع شاملش میشه دیگه، همشون همزمان با هم با یه نظم خاصی رشد میکنن. نمیدونم جواب سوالتون این بود یا نه، ولی اینکه چرا در حالت کلی انقدر یواشه و اینا اونو نمیدونم. فقط میدونم که از لحاظ رشد بدن نمیشه که دندونا خیلی جلوتر از بقیه بدن شکل بگیرن. بعد خب بچه انسان تا 2 سالگی تقریبا شیرخواره، نمیشه شیرخوار باشه و دندونا کامل شکل گرفته باشن. باز هم بستگی به نوع خوراک و میزان رشد بدنه که این دندون ها کی رشد بکنن کی کامل بشن و بچه بتونه ازشون استفاده کنه. تو این تصویر اون چیزی که مهمه برای دیدن اینه که دلم میخواد اندازه ریشه ها رو ببینید. البته اینجا دندونای فک بالا رو براتون گذاشته چون مولار فک بالا 3 تا ریشه داره، فک پایین 2 تا ریشه است. پریمولارا که همیشه 2 تا ریشن ولی گاهی این ریشه هاشون مثلا به هم دیگه چسبیده و شما اصلا تو دندون پزشکی هم شاید شنیده باشیم مثلا میگن آخ ریشه دندون چسبیده و این کار دندون پزشک رو سخت میکنه. گاهی مثلا پریمولار شما تک ریشه و 2 ریشه است، مثلا اینجوریه ریشش اینجوری. گاهی اینجوریه ریشش مثلا این تصویر پایین که میبینید، ولی معمولا تک ریشه حساب میشه. بعد ریشه دندون کنینو میبینید چقدر بلندتره و حالت خنجری داره. مسئله مهم اینجا. بریم اسلاید بعدی. خب توی دندون پزشکی و توی سیستم های پزشکی این دندون ها رو خیلی روش های مختلفی هست برای
نامگذاریشون 8 تا دندون پیشه که اصطلاحاً چون این سایزه رو با آی میگم، کنینا C، پریمولارا P و مولارها M هستن. نکته مهم این ابریویشن است که اگه یه جا دیدین بدونین راجع به کدوم دندون رو صحبت میکنم. بذار من یه اسلاید متوقف کنم اینجا، بریم سر یه دست اسلاید دیگه. بذار یه تصویر نشونتون بدم این وسط تا من یک اسلاید رو باز کنم. این عکس رو میبینید؟ این عکس خیلی خوب نشون میده که دندونا چجوری رشد میکنن. شاید اون تصویره نقاشی شده کمکتون نکنه، ولی نگاه کنید الان بین دندان نیش لترال، این سایزر لترال شما و فاصله کنینتون، این سایزر لترال اینه، این سایزر لترال و این کنین شماست، این سایزرات، اون که سنتراله، این لترال، این هم کنین شما. خب میبینین که این ریشه کنین شما داره تقریبا کوتاه شده، داره میخواد بیفته چون این دندون شیریه و این دندون کنین اصلی شما تاجش کامل شکل گرفته، هنوز ریشه نداره. ببینید ریشه اینجا نیست، این داره تقریبا شکل گرفته، کامل شده که اصطلاحاً میگن CRC، یعنی کراون کامپلیت شده، داره اینو هول میده بیاد بیرون. پریمولار شما تاجش کامل شکل گرفته ولی هنوز سرویکال نکو نداره. خب پریمولار 2 شما کراونش هنوز تموم نشده، هنوز یه ذره اینجا لبه داره، ولی مولار 1 شما تاج کامل شکل گرفته و داره میزنه بیرون. ریشه هم اینجاست، یه مقدار ریشهش هم احتمالاً اینجوری شکل گرفته و دندان پیش شما میبینید کامل شکل گرفته و ریشهش هم به نسبت شکل گرفته. این دندان فک پایین هم همینطوریه، تاجا شکل گرفتن دارن میزنن بیرون. میبینید فک پایین این دندون آسیا 1 رو نک میگیم اینجاست، نکش هم کامل شکل گرفته و سر ریشه اینجا داره میزنه بیرون، سر ریشه شده شکل میده ریشه رو. دندون آسیای 2 شما حالا جا داره رشد کنه تا این شکل رو اگه مثلا فکر کنید 6 یا 7 سالگیه، نه عقب‌تر از 6 7 جای دیگه 6 7 سالگیه، حدودا مثلا فکر کنید 7 یا 8 سالش. این دندون آسیایی 2 رو میبینید که شکل گرفته. این حفره‌ای که توش داره شکل میگیره بهش میگن ساکت و شما اگه مثلا یه همیشه شکلی تو فعالیت بازنشسته پیدا کنید اینا خیلی محکمه سر جاشون قبل از اینکه رشد کنن، این دندونای پرمننت، ولی این دندونهای شیری احتمال داره خیلی راحت در بیاد، برای اینکه به مرور در طول زمان حیات اون بچه این تاج که داشته شکل میگفته از پایین جاشو شل کرده، جای این دندون شل کرده دیگه، باید بتونه راحت از فک در بیاد. اینجوری نیست که فک رو بشکونه، استخون فک بشکنه شما دندون شیری رو بخواین در بیارین. به مرور انقدر شل میشه تا این دندون کاملا راحت در بیاد و با فشار دندون پایین بیفته. خب و برای همین تو فعالیت‌های بازنشسته خیلی مواقع توی همچین پروسه شما دندون شیری رو سر جاش نمیبینید، یا به محض اینکه مثلا فک رو دارید در میاری دندون شیری از سر جاش در اومده یا راحت میفته بیرون. مخصوصا دندون‌های آسیا چون 2 تا یا 3 تا ریشه دارن سخت‌تر از سر جاشون در میاد، ولی دندون‌های پیش و نیش به خاطر تک ریشه بودنشو خیلی راحت میفته بیرون از ساکتش و محل قرارگیریش. یه لحظه صبر کن.
یه مطلب دیگه ای که هست که یعنی یه مطلب نه خیلی مطلب. خب در حالت کلی البته اینا رو من بهتون هی خورد گفتم، خیلی مطلب جدیدی نیست، ولی شما دندون هاتون تقسیم میشن به دندون های فک بالا، فک پایین و سمت راست یا سمت چپ. تو مطالعات باستانشناسی هم خیلی به کار ما میاد، برای اینکه باید جهت دندون رو تشخیص بدید. با اینکه میدونم خیلی شبیه همه و خیلی مواقع کار سختیه، ولی بر حسب میزان سایدگی و جهت سایدگی و جهت رو شما میتونید تشخیص بدید که این دندون مال سمت راست هست یا مال سمت چپ هست. برای فک بالا و فک پایین که خب با هم دیگه فرق میکنن اساسا، ولی در حالت کلی باید بتونید تشخیص بدید راست یا چپ کدوم هستش. و میدلاین که از سنتر جدا میشه دیگه، یعنی یه دونه دندون پیش سنتر سمت راست، یه دونه دندون پیش سنتر سمت چپ. میدلاین خطی هست که صورت رو از وسط به دو بخش میکنه، بر روی حفره بینی و فرانتال بون رد میشه. تو این تصویر فرق دندون‌های مکسیلاری با فرق دندون‌های ماندیبولار رو نمیتونید ببینید. خواستم بگم میتونید ببینید ولی نمیتونید خیلی ببینید. فقط یعنی وقتی تو حالت عادی تو فک میبینید، خب فک پایین اگرتون باشه گفتیم مندیبل یا استخوان مجزایی هست که به وسیله گیره آهیانه به بقیه صورت وصل هستش. مکسیلا بخشی از استخوان‌های صورت هستش و وصل به بقیه استخوان‌های جمجمه. و اگرتون باشه گفتیم اینجا یه شیاری داریم و همه توضیحاتی که راجع مکسیلا دادیم و استخوان مکسیلا که به حفره اوربیت وصل میشه، به حفره نازال وصل میشه، به تمپورال وصل میشه و همه توضیحاتش. و این حفره خالی که میبینیم مال فک پایینه دیگه و نوع قرارگیریشون به هم دیگه فرق داره. فک این یه ذره توضیحش الان سخته، ولی بذارید همینطورتون بگم. به دلیل نوع رشد استخوانی و نوع رشد دندون‌های فک بالا به سمت عقب رشد میکنن و به سمت انگار این فکر کنید یه دونه یوه که از انتها داره هی باز میشه و هی گشادتر میشه. اینجوری مثلا اول اینجوری بوده، بعد اینجوری شده، بعد هی بزرگتر شده، بعد هی بازتر شده. ولی فک پایین برعکسه، به سمت جلو گسترش پیدا میکنه. یه ذره توضیحش سخته، اینو حتما باید با شکل ببینید. نمیدونم متوجه شدین چی گفتم، ولی ناولش کنید. اینجا تا براتون میگفتم این مال تشخیص جهت زاویه رشد. زاویه رشد الان زوده، خیلی زوده، برای اینکه حتما باید یه سری نکته دیگر قبلش گفته باشم بهتون، ولی این وری چجوری اینو براتون توضیح بدم نمیدونم. اینو باید حتما دندون رو ببینید و هم فک بالا هم فک پایین رو با هم ببینید. نمیدونم اینو الان چجوری براتون توضیح بدم که قشنگ متوجه بشه. خیلی چیز سختی نیست. ببینید به دلیل فرایند جویدن این دندون ها روی زاویه با هم دیگه قرار میگیرن. زاویه فک بالا به سمت عقب میره، زاویه فک پایین به سمت جلو میاد. ولی اینو چجوری براتون توضیح بدم که کاملا متوجه بشین؟ ولش کنین الان خیلی دقت نکنیم بهش. یه راهی پیدا میکنم
خوب براتون توضیح بدم چجوری، ولی این رو در حالت کلی ببینید دیگه. نوع آرایش و چیدمان دندون ها کنار هم دیگه و شما چون از زاویه سوپریور به این نگاه میکنید، از زاویه سوپریور این سطح دندون ها سطح جویدن دندانی رو دارین میبینید و اینجا دندان آسیایی 3 رو البته نمیبینید. دندان آسیایی 3 هنوز تو فکه و رشد نکرد. یه لحظه چه قفل کرد. ببخشید چه قفل کرد. خب سطح اوکلوزان یا اوکلوژن که براتون توضیح دادم در دندانهای بالا و در دندانهای پایین سطحیه که با سطح جویدن در ارتباطه. محلی که دوتا دندون روی هم دیگه تماس پیدا میکنن رو بهش میگن سطح اوکلوژن. ماستیکیشن هم که میشه جویدن. تو این شکل پایین میتونیم ببینیم که چرا این چه ماهیچه‌ای کمک میکنه. ماهیچه فک پایین و ماهیچه بخش تمپورال شما در فک بالا تو عملیات جویدن دخیل هستن. دو تا ماهیچه هستن که امکان حرکت فک بالا و فک پایین رو فراهم میکنن و میبینید که دندون ها روی همدیگه قرار میگیرن. خب این ترمینولوژی ها رو که فکر میکنم یادتونه دیگه. میدلاین خطی هستش که از وسط دو تا آرک بالا و پایینی رو برای شما به وجود میاره و فک بالا و فک پایین رو در واقع از وسط به دو بخش تقسیم میکنه بر اساس محور ساژیتال میدلاین و دو تا هفت برای شما به وجود میاره: آنتریور، پوستریور، سوپریور و اینفریور. آنتریور رو وقتی داریم میگیم به سمت جلوی بدن، پوستریور صفحه پشتی بدن، سوپریور صفحه بالا از بالا یعنی از سر دارین نگاه میکنید و اینفریور هم از طرف سمت باه یعنی از پایین انگار دارین نگاه میکنید. خب وقتی داریم میگیم آنتریور تیس فکر کنم اینجا تو خیلی خوب بتونید ببینید فاصله کناین تا کناین هست و پوستریور تیس که اصطلاحاً میگن به معنی پریمولارها و مولارهای شما هستن چون انتهاءاتر قرار میگیرن دیگه. بعد اصطلاحاً دندونهای شیری رو میلک تیس میگن در انگلیسی عادی، ولی دسیدیوس مهمتره اینو یاد بگیری. و پرمننت هستش که اینو ما تو بازنشسته به کار نمیبریم، میکس دنتیشن پریود، ولی اصطلاحی که دندون پزشکا به کار میبرن. این اسلاید مال دندون پزشکاست ولی به کار ما خیلی میاد. میکس دنتیشن پریود هم میبینین دیگه توضیحش نوشته، فاصله بین رشد دندونهای شیری و دندونهای ثابت. بعد در مجموع دندونهای شیری شما 20 است. بعد دیگه نکته مهم اینجاست 32 تا اینا رو که گفتیم. آها این مهمه، کلاسیفیکیشن دندون. شما دندون هاتون رو چند مدل کلاسه میکنید و بر اساس فانکشنشون و بر اساس شکلشون. مسئله مهمی که اینجا هستش تو این اسلاید، البته ما اینو قبلا گفتیم، اینه که یادتون باشه هر کدوم چند تا. این سایزرهای شما 8 تا 4 تا و مولارهای شما بازم 8 تا هستن.
و پوزیشنشون هم که میدونید دیگه کاملا کجا قرار میگیرن به نسبت هم دیگه. این بر اساس چون دندون پزشکی که داره توضیح میده یه ذره پیچیده است، ولی میدلاین شما که اگه فکر کنید بر اساس محور سجیتا صورت شما به دو بخش چپ و راست تقسیم میشه، 2 تا چپ قرار میگیره که این سایزا رو 2 تا راست، کناینا یکی چپ یکی راست و مولارها که هر کدوم هم در سر جای خودشون قرار میگیرن دیگه. مولار 1 و مولار 2، البته مولار 3 اینجا بحث نیست. این هم شکل حالت کلی دندون ها هست. اگه تو این شکل نگاه کنید این میدلاینه، کشیده هر کدوم سر جای خودشونه. مولار 1 و مولار 2 در اون انتها قرار گرفتن و دفک پایین که مولارهای شما 2 تا ریشه دارن، مولار 1 مولار 2 مولار 1 مولار 2 و یکی از راحت‌ترین راه‌های تشخیص مولارهای فک بالا و فک پایین این تعداد ریشه‌شون هست. چون اگه دقت کنید این الان این بر اساس شکل دهنه در واقع. فکر کنید این لبه، اینم انتهای فکه، یعنی اینجوری داره میره به عقب، این اینوری داره میره به جلو. ببخشید برعکس کشیدم. این داره میاد به سمت عقب و این داره میاد به سمت خب. حالا کاری به اونش خیلی ندارم، ولی اینجا رو نگاه کنید. توی دندون‌های آسیای فک بالا این 3 تا ریشه جهت خاصی دارن. یه ریشه دوتایی دارین که یه ریشه دوقلو اصطلاحاً و یه ریشه تک. این ریشه تک در کنار سایر دندونا قرار میگیره و این ریشه دوتایی به سمت لترال میره. به سمت لترال میره. البته اینجا یه اشتباهی تو این شکل داره، ولی به سمت لترال. توی فک پایین هم نه، ولی این ریشه دوتایی اینجوری کنار هم دیگه مثل یه دونه 8 فارسی که باز شده. خب اینا دیگه مال پرمننت هستن، راحته مرحله قرارگیریشون، نکته خاصی نداره. این هم که شکل آرش بکنم اینجا خیلی راحت تر بتونیم ببینید که دندون ها چجوری قرار میگیرن کنار هم دیگه. ریشه این ریشه منفرده، این ریشه و این ریشه. بگم کامل اینجا بتونیم ببینیم اون چیزی که داشتم میگفتم که دندونای فک بالا به سمت جلو رشد میکنن و فک پایین به سمت عقب. این هم به خاطر نوع قرارگیریشون روی همدیگه است، به خاطر زاویه جویدن. یه حالت تاج دندون‌های فک بالا یه حالت شیبی داره که به سمت جلو میاد. ببینید اینجا میگه مثلا یه هشتی کوچیک، ولی در فک پایین این شیب به سمت عقب داره میره. و اینجا اگه دقت کنید نکته‌ای که به دردتون میخوره این ریشه های دوقلویی که کنار همدیگه قرار میگیرن، عمودی نیستن و به حالت افقی در اساس محور کرونال اگه دقت کنید کنار هم. پریمولاراتون میبینین تک ریشه‌ن، ولی تو ورییشن پریمولار 2 تا ریشه هم دیده میشه، ولی 2 تا ریشهشون چسبیده به همه مثلا اینجوری، ولی در حالت کلی باید تک ریشه باشن. و کناین شما میبینین که چقدر شارپه و بلنده. این سطحش که داره به سمت پایین میره به سمت مولار شدن، پریمولار شدن شکل میگیرن. و
دندونهای پیش شما میبینید سر ریشم به این سمته، سر ریشه تو فک بالا به سمت جلوه. و یه نکته دیگه ای که میخواستم بهتون بگم خیلی مهمه تو تشخیص دندون، این زاویه هست، زاویه مدیال و زاویه لترال، یعنی محلی که دوتا دندون به همدیگه میچسبن تقریبا اونجایی که نخ دندون میکشین که خورده های مواد غذایی بیان بیرون. این سطحی که دندون ها به همدیگه اتصال دارن یا کنار همدیگه قرار گرفتن. این سطح یکی از سطح‌هایی هست که میتونه به شما کمک کنه برای اینکه جهت دندون رو پیدا کنید. این سطح با همدیگه مچه، مثل قطعه پازل میمونه، اثر میذاره رو همدیگه. نه اینکه بگم اینجوری مثلا خورده شده رفته تو، ولی مثلا فکر کنید اینجا، فکر کنید بین دوتا دندون این سایزر شما یه حالت خیلی یه ذره فرو رفتگی خیلی کم عمقی هست که این دوتا دندون رو کنار همدیگه قرار میده و این دوتا دندون روی این فرو رفتگی به همدیگه چسبیدن. این سطح ها با همدیگه مچ میشه، مثلا فرو رفتگی که بین دوتا این سایزر هست با فرو رفتگی که بین کناین و پریمولار هست خب با همدیگه خیلی فرق داره. و یکی از راهایی که میتونید پیدا کنید کدوم دندون، اگه تک دندون داشته باشین، مطالعه نوع این فرو رفتگی ها هست که کنار همدیگه قرار گرفته. خب این رو که تو اون عکس بهتون توضیح دادم رشد رو اصطلاحاً تو دندونپزشکی بهش میگن ساکسیدنوستیس و یعنی دندونی که ساکسید میکنه، ادامه دهنده دندان شیریه و جای دندانهای شیری رو میگیره. فقط اصطلاح پزشکیشه، خیلی اهمیتی نداره برای ما. و اینجا فکر کنم خیلی راحت بتونید تو این شکل ببینید چجوری پریمولارا دارن میان. پریمولارا جای مولارای یک و دو، معمولا دندونا باید جای خودشون قرار بگیرن. خب یعنی تصور ما اینه، ولی واقعیت اینه که دندونهای مولار خیلی بزرگتر از این هستن که بخوان زیر دندونهای مولار شیری قرار بگیرن و باید برن عقب‌تر. یعنی در واقع دندون مولارشون یک شما پشت دندون مولار دوی شیری قرار میگیره و میزنه بیرون، ولی جای دندونهای مولار یک و مولار دوی شیری شما رو دندونهای پیش آسیای یک و پیش آسیای دو قرار میگیره. کنین سر جای خودش در میاد، این سایزرها هم سر جای خودشون تقریبا در میاد، با این تفاوت که فک چون یه مقداری رشد کرده خب اینا هم بزرگتره سر جای خودشونه، ولی جای دندونهای آسیا در واقع میره به سمت انتهای فک تا پریمولارا سر جاشون قرار بگیرن که میشه محل در واقع پریمولارا. اصطلاح دندونپزشکی ساکسید میکنن دندونهای مولار شیری رو اصطلاحا. و فرمولای دندونپزشکی ببین واقعا به کار ما نمیاد، ولی یاد گرفتن این فرمولای دندونپزشکی خیلی مهمه برای اینکه تو تمام کتابای آنتروپولوژی که برای بچهای آنتروپولوژی نوشته میشه، ببخشید کتابای دندون که برای بچهای آنتروپولوژی نوشته میشه، تمام این فرمولا رو مینویسن و یه ذره گیج کننده است، ولی فکر نمی کنم خیلی سخت باشه. پرایمری دنتیشن اینجوریه که دو از دو یعنی فک بالا فک پایین، یکی از یک فک بالا فک پایین، مولارا دو از دو فک بالا فک پایین رو هم 10. این سایزر فک بالا فک پایین، کناین فک بالا فک پایین، پریمولار دو تا فک بالا دو تا فک پایین، مولارها 3 تا فک بالا 3 تا فک پایین، 16.
این فرمولا خیلی چیز پیچیده‌ای نداره. شما فقط همینی که یادتون باشه چند تا دندون داریم و هر کدوم چند تان و چند مدلن کفایت میکنه. این سایز 2 2 2 2 یعنی اینکه اون میدلاین اگه یادتون باشه که صورت رو به چپ و راست تقسیم میکرد 2 تا چپ 2 تا راست، یعنی این یه دونه. پریمولار 2 تا، مولار 3 تا. 16 و 16 هم با هم میشه 32. 10 و 10 هم با هم میشه 20. این 10 و 16 فقط مال یه فکه. یه باید ضرب در 2 کنیم. این رو که به حالت دیگه تو اون یک جدول دیدیم اون طرف رشدشونه که چه ماهی میان بیرون و چه ماهی میافتن. مال دندون شیری و دندون های ثابت. ببینید این سنده واقعا تخریبیه، به صورت 100% نیست که بگین که حتما 7-8 سالگیه یا حتما 8-9 سالگیه. تقریبی تو این سن هست. یه لحظه سن. یه سیستم کدگذاری نه، ولی دندون ها و دندون پزشکی شماره گذاری دارن. شما وقتی میرین دندون پزشکی حتی اگه عکس اوپیجی رو میبرین نشون میدیم، دندون پزشکی شما معمولا با شماره سر و کار داره. مثلا شاید شنیده باشید میگه شماره دندون، اسم دندون رو نمیگه، میگه مثلا دندون 16. این 4 تا سیستم مختلف شماره گذاری هست برای دندون ها که دونستنش بد نیست و مختلف به کار میره. من الان نمیدونم جدیدترینش کدومه برای اینکه واقعا به کار ما نمیاد، ولی دونستنش به درد میخوره چون تو بعضی از گزارش‌های استخوان‌شناسی یا تو بعضی از کتاب‌ها بر اساس این سیستما شماره گذاری میکنن. خب سیستم آدولف زیگموند 1861 واقعا چیز پیچیده میاد ABCDE میذاره، خیلی چیز پیچیده ای نیست. این خط رو شما میدلاین در نظر بگیرید. این خط میدلاین چپ راست left right و این یکی این خط قرمزه، این خط قرمزه، فک بالا فک پایین و خط آبی سمت چپ و سمت راست. خب دیگه اینجوری فکرم راحت میشین توی بفهمید کدومه. خیلی سیستم اولیه‌ایه A B C D E. این سایزرها، کنایناپ و مولارها که چون پرایمری هست دندون شیری هست، چون پریمولار نداریم. این سایزر 1، این سایزر 2، کناین که سیه و مولار 1 و مولار 2 که دی و ای میشه. اون 1 2 3 4 5 6 7 8 هم که خیلی راحته دیگه چون پرمننته. این سایزر 1، این سایزر 2، کناین 4 5، پریمولار 1، پریمولار 2، 6 7 8، M1 M2 M3، مولار 1 مولار 2 مولار 3. که اگه مثلا یه دونه 3 بذارن اینجوری هم می‌نویسن رایت کناین. کناینش رو میتونن بنویسن یا ننویسن ولی رایت و لفتش رو میذارن. این باری که میبینید کدی که زیرش میذاره رایت کناین تری رو اگه مثلا سمت راست باشه این نیمه مستطیله رو میبینین کنارش. این
این خط و این خط. این وقتی اینجوری می نویسن این بار بالایی همون میدلاینه. من با رنگای خودش که بالاتر براتون گذاشتم بذارم. این خط پایینی میگه فک بالا یا فک پایین. اگه عدد رو زیرش بنویسم میره فک پایین. و این خطی که دست راستش قرار گرفته این مال محور مدیاله. یعنی اگه 3 رو این ور بنویسن سمت چپش بنویسن یعنی این رایت کناینه و وقتی که بالای خط قرمز بنویسن یعنی مال فک بالاست. حالا اگه 3 می اومد سمت راست خط آبی قرار می گرفت میشد لفت و اگه می اومد زیرش قرار می گرفت میشد مندیبل. متوجه شدی؟ یعنی چون داره میره ببینید چون چرا این وری میذارن اون وری نمیذارن. قاعدتا باید برعکس باشه. مثلا به ذهن میخوره که این 3 رو باید این ور بنویسن که رایت بشه دیگه. نه این ور مینویسن چون این دندون داره به این سمت میره. دندون داره به سمت عقب رشد میکنه و میبینید دیگه این مدیال لاین دیگه از این طرف یک میبینید به سمت عقب رشد. اوکیه؟ نمیدونم الان قابل درکه چرا دندون پزشکی این سیستم پیچیده رو به کار میبرن. ولی اگه همچین چیزی از این رفتین دندون پزشکی یه همچین چیزی دیدین جلوی دندون پزشکتون بدین دارین از این سیستم استفاده میکنه و اگه 3 وسط این مربع باشه بالا و وسط این مربع باشه این سمت راسته. اگه در واقع این طرف باشه میشه سمت چپ. برعکس. سیستم ADA خیلی راحته. از 1 شروع میکنه الا ماشاءالله میره 16 و فک پایین رو هم شروع میکنه 17 تا 32. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا 16. بعدم میاد همون فک پایین ادامه میده میرسه تا 32. این خیلی راحت. درکش هم خیلی مهم. فقط باید یادتون باشه از کجا شروع میشه. اراف شروع میشه میره به سمت چپ نیم دایره رو دور میزنه دوباره برمیگرده به راست. یعنی یه دایره میمونه که شما از زاویه 270 درجه شروع کنی برسین به 90 بیاین برسیم به 180 بعد برسیم دوباره به 270. به جای اینکه از 0 شروع شه به 360 برسه یه دایره رو فرض کنی این سیستم این دایره شما فکر کنید این فک این بیشتر بیزی شد ولی از اینجا شروع میکنه. فکر کنید این 270 درجه از زاویه 270. خب بعد دیگه این وری میره اینجوری خلافه بر اساس چی فارسیشو چی میگن ساعتگرد میره جلو. پاد ساعتگرد نیست ساعتگرده. این وری میره تا برسه دوباره به 270. دایره معمولا از 0 باید شروع شه دیگه. این ولی برعکس. این فقط باید یادتون باشه که از 270 چون معمولا به بعد مرور زمان بچه‌ها یادشون میره. من میگم دایره یادتون باشه به جای اینکه از 0 شروع کنین زاویه رو بشمارین از 270 شروع کنین برسیم به 270 دوباره. این وری میشه. یعنی از مولارسه فک پایین. لحظه ببخشید. سوالتون چیه؟ چرا این تصویر برعکس درست میبینیم ولی بحث اینه که شما از سمت
نه از سمت راست باید شروع کنین، از سمت راست فک پایین. چرا؟ تو حالت عادی باید 180 درجه باشه، ولی شما 270 بشمارین راحت تر. از سمت راست 1 2 3 4. ولی واقعا اینا مهم نیستن، چون اینا بعضیشون سیستماشون خیلی قدیمیه. فقط اگه میبینیم مثلا زده 16، منظور شما 16 مولار 3 فک بالا هستش و مولار 3 فک پایین میشه سمت چپ 17. بعد عکس بعدی، این سیستمی که بیشتر کاربرد داره، دی یعنی دسیدیوس، دندون شیری. 1 2 3 4 اون میدلاینه، اونم فک بالا فک پایین. 6 7 8 9 10. بعد 11 12 13 14 15 تا برسه به 20 بر اساس همون سیستم قبلی. اگه دی بذارن، ولی اگه دی نذارن کنارش که دیگه هیچ. فک بالا هم همینجوری 1 2 3 تا 32. بعد primary maxillary right canine یعنی دندان نیش فک بالا شیری. یه دونه علامت هشتگ یا شارپ میذارم، دندون شماره 3، یه دونه دی هم میذارن کنارش و مکسیلاری هست. خب و permanent maxillary left first premolar دندان پیش آسیای فک بالا سمت چپ میشه شماره 12. این سه اینا هم فرق نداره کجا بنویسی، مثلا 3 رو بیای بالای شارپ بنویسی یا 3 رو بیای پایین شارپ بنویسی، فرق چندانی با هم دیگه نداره، چون هر دندونی شماره خودش رو داره اینجا. سیستم FDI. سیستم FDI 2 تا سیستم شماره گذاریه. سیستم اول میاد دندون به یه چهارم فک رو به یه چهارم تقسیم میکنه و در حالت دوم میاد میگه که این 2 تا استپ داره. میاد میگه که این دندون کجایه این تقسیم بندی که کردیم قرار گرفته. 1 تا 4 5 تا 8. اولین رقم شما میاد میگه که این پرمننت یا اینکه دندون ثابت شماست. بعد 1 تا 8 یا 1 تا 5 سکند دیجیتی که کنارش قرار میگیره، این 2 تا دیجیته که نشون میده این پرمننت و پرایمری تیس کدومش. نگاه کنید 55 54 53 52 52 تا پرمننت تیس. فرقش با هم دیگه فکر کنم بتونید ببینید. 11 12 13 14 میره عددهای، ولی عددهای فک بالای شما تقریبا 5 شروع میشه. 1 2 3 4 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 6 6 6 1 2 3 4 5 7 7 7 7. متوجه شدین چجوریه؟ اول میاد 1 2 3 4 5 رو میگه که شامل دندونای شماست. بعد میشه 5 5 5 5 5 برای سمت چپ. برای سمت راست 6، برای سمت چپ پایین 8، برای سمت راست پایین 7. توی پرمننتیس هم همینطوری هستن. شما 1 2 3 4 5 6 7 8 رو دارین که دندونای شماست. بعد کدش سمت چپ فک بالا 1 هست، سمت چپ فک پایین 4، سمت راست فک بالا 2، سمت چپ فک پایین 3.
چرا از 180 هم میتونیم بشماریم، ولی چیزی که باید یادتون باشه اینه که دیگه یادتون باشه که حتما از دست راست باید شروع کنین تو اون سیستم قبلی. این سیستم خیلی کاربردش بیشتره. این سیستم کدگذاری دوتایی از 1 تا 8 و 1 تا 5، 1 تا 4 و 5 تا 8، 5 تا 8، 6 تا 7 و این سیستم خیلی پرکاربردتره توی دندون پزشکی. خب الان ما 2 ساعتمون تموم شده. این یه مقداری توضیح داره، البته توضیحش خیلی بیشترش رو گفتم بهتون، ولی این یه مقداری اصطلاحات دندون پزشکیش بیشتر که به درد میخوره، ولی اون ساکتی که گفتم ریشه توش روش میکنه اینجا سینو خوب میتونید ببینید الان فلکس زده و باشه ایشالله هفته آینده بقیهش رو توضیح بدیم. این اون عکس هست که داشتم سعی میکردم یه جوری براتون توضیح بدم، نوع رشده، ولی بماند هفته دیگه که از دنتال آناتومی شروع کنیم توضیح دادن. من عکس چارت رشد دندون رو پیدا میکنم براتون میفرستم. این لینک این اسلاید دارم میفرستم اگه خواستید نگاه کنید. دوستان سوالی دارن؟ نه همه چیز اوکیه. پس ایشالا بقیه مبحث دندون رو بذاریم برای هفته آینده و خیلی مطلب پیچیده این نداره، یعنی پیچیدگی میدونیم پیچیدگی دندون تو بخش تئوریش نیست، تو بخش عملیشه و بیماری ها در حالت کلی خیلی سختی نداره، ولی وقتی این تاج از بین میره یا این ریشه میشکنه یا یه بخش کمیشو دارین اونجاست که تشخیصش سخت میشه و نمیدونین که دارین با چه چیزی، یعنی چه بخشی از دندون رو دارید و اصلا مربوط به کدوم فکه و این بیماری تا چه حدش از بین برده و چی کارش میتونیم بکنیم. بخش سختش اونجا میشه. پس دوستان اگه سوالی چیزی ندارین که ایشالا هفته دیگه میبینمت. شبتون بخیر.